پیشگویی عجیب احمدی نژاد که واقعا اتفاق افتاد. 3 سال پیش احمدی نژاد یه حرفی زد که خیلیا باور نکردند. من اطلاع دقیق دارم که این روسیه با آمریکا روی اوکراین و ایران با همدیگه تاخ زدن. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران. ولی حالا داریم با چشم خودمون میبینیم که راست میگفت. اون موقع هشدار داده بود که آمریکا و روسیه یه معامله مخفی کردن. آمریکا به روسیه اجازه داده به اوکراین حمله کنه و در عوض آمریکا هم دستش برای اقدام علیه ایران بازه. اون حتی گفته که توی تاریخ روسیه هیچ وقت با ایران دوست نبوده و همیشه ما رو فروخته. حالا که شرایط جهان دقیقاً به همون سمتی که گفته بود پیش رفته، احمدی نژاد این اطلاعات رو از کجا داشت؟ نظر شما چیه؟ اتفاقی بود یا واقعاً چیزی میدونست؟ برامون تو کامنت ها بنویسید و برای دوستاتون بفرستید.